وطنای عزیز، یکی از همکاران ما زمیر جان نوری فعلا در ولایت بغلان هستند که از وضعیت فعلی اونجا بر ما معلومات میتن. زمیر جان سلام، وقتت بخیر. سلام نیلوفر جان، وقت شما و بینندگان عزیز ما بخیر. بخیر سلامت باشین. زمیر جان میشه از وضعیت فعلی ولایت بغلان یکم بر ما بگوین که فعلا اونجا وضعیت چطور است؟ وضعیت فعلی مردم ولایت بغلان بسیار وخیم است، چون عصر روز جمعه شاهد سیلاب بسیار شدید بودند که به گفته مردم و باشندگان من در طی 50 سال اقسم یک سیلاب نیامده بود که مردم خانه‌هایشان را از دست دادن و تعداد تلفاتشون خیلی زیاد است. زمیر جان میشه در رابطه با این بر ما بگویی که تعداد کسانی که اونجا مجروح شدن تا چی تعداد رسیده؟ آمار دقیق تلفات جانی مردم بغلان را تا فعلا مسئولان همراه ما شریک نساختند، لیکن به گفته مردم بیشتر از 50 جسد به شفاخانه انتقال داده شده که این آمار هر لحظه اضافه شده میره. بله. و قسمی که گفته شده بسیار زیادی از اجساد هنوز پیدا هم نشدن. بله، مسئولان امور مبارزه با حوادث طبیعی در جستجوی اجساد هستند و یک تعداد زیاد از مردم بغلان در جستجوی فامیلای خود هستند که تا فعلا ناپدید است که آیا زنده هستند یا آنها هم در این سیلاب شدید جان خود از دست دادن. بله، کدام کمک فعلا برای کسانی که اونجا این آفت طبیعی بالایشون آمده مردم ولایت بغلان ما فعلا میدانم که وضعیت از اونا خوب نیست، کدام کمک برای از اونا رسیده یا خیر؟ خب تا فعلا در این مورد نمیتونیم صحبت بکنیم، چون مسئولان خیلی از مردم ها را و مردم های مرکز را در جریان گذاشتن به خاطر کمک ها و امداد رسانی به خاطر کسایی که در این سیلاب جانهایشان از دست داده و خانهایشان از دست دادن. بله، بسیار تشکر زمیر جان، شما سلامت باشین. انشالله بازم همراهتان به تماس می باشیم.